السلام علیکم و رحمت الله. دوستان من، روز یک مرد پیرانسالی را در بیمارخانه بستری کرده و با او نفسی ثانی دادند. در مدت 24 ساعت از حساب این نفسی ثانی حالت موسفید خیلی خوب شد و طبیب بیمارخانه به نزد بیمار آمد و حق پرداخت نشان گفت از شما 2500 ریال. مرد بیمار به حساب نگاه کرد و سخت گریه کرد. طبیب آرام کرد و گفت تا که برای چنین قانون گریه نکند. مرد بیمار گفت ای برادر، من توانایی دارم از این هم زیادتر پرداخت کنم، لیکن برای نفسی صنعی که 24 ساعت کشیدم 2500 ریال، یعنی که 78 سال نفسی طبیعی کشیدم، هیچ پرداختی نکردم. وقتی طبیب چون این سخنها را شنید سخت گریه کرد. برای هر یک نفسی که ما میکنیم شکر الله کردن، ذکر الله سبحانه و تعالی کردن. الحمدلله کل حال. السلام علیکم و رحمت الله.